درود، وقتتون بخیر. آقا یه نکته میخواستم راجع به این صحبت کنم که چرا یه سریا هنوزم که هنوزه بنز صفر میخرن از ایران خودرو. خب این چند تا نکته داره که میخوام راجع بهش صحبت کنم. خیلی ها کامنت گذاشتن، صحبت کردن. حالا بیرون میبینیم این بر اون بر که میگن چرا این ماشین رو میخریم. یکی از دلایل مهمش قیمتشه. خیلی راحت شما میتونین الان سرچ کنین قیمت بنز صفر تک مثلا چقدره و اگه بخواین با این پول یه ماشین کار کرده بگیرین چه مدلی باید بگیرین. الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم بنز تک ایران خودرو بودن 2700 تا 3 تومنه، همین رو بودن. ولی با این قیمت شما اگه بخواید ماشین کار کرده بگیرین الان با یه سرچ کوچیک متوجه میشین که میتونین ماشینای حدوداً 20 سال پیش رو بخرین، دهه 80، اوایل 80 تا اواخر 80. خب شما به این فکر کنید که داری 2700 مثلا پول میدی، ماشینی که 20 سال تو جاده بوده رو انتخاب میکنی برای خرید، یا ماشینی که صفره، حالا با تمام مشکلاتی که داره شما این ماشین رو میخری 100 تومن 200 تومن 300 تومن هم خرجش میکنی و استفاده میکنی میندازی تو جاده. این یکی از دلایلاشه که خب خیلی ها نقد میکنن، فقط اصلا خودشون اجازه سرچ کردن هم نمیدن. و یه نکته دیگه ای هم که وجود داره، تو آدم بسته به کاراییشون ماشین رو انتخاب میکنن. مثلا منی که میخوام این ماشین رو مثلا تو جاده معدن استفاده کنم، یا مثلا الان ما تو شمال کشور داریم استفاده میکنیم، خب اکثرا مسیرهایی که میریم برای مرغداری ها بار میبریم، مرغداری ها معمولا جای دور افتاده هستن، خیلی بیرون از شهر و جاده های خیلی در و داغونی دارن و پر از درخت دو طرف جاده. یعنی اگه الان به اطراف ماشین نگاه کنیم پر از خط و خشه. همیشه یه پولیش دستمه و این خط و خشه رو دارم باش برمیرم. یکی از دلایلش هم همینه. خب چرا مثلا باید وقتی یک ماشین با این قیمت کارتو پیش میبره، چرا باید مثلا 3 میلیارد 4 میلیارد پول ماشین بدی؟ خب ماشینای چینی هم از 4 شروع میشه قیمتشون تازه. پس یکی دیگه از دلایلش هم همینه، قیمت مناسبش. خب اگر کسی میخواد رقابت کنه باید زیر این قیمت بده دیگه. اینا هم بلدن چجوری مجبور کنن آدمو به خرید این ماشین. خب ما گزینه دیگه ای نداریم. مثلا شمایی که تو اروپا سوار بهترین ماشین و بروزترین ماشین هستی، میای میگی چرا این آشغالا رو میخرین؟ خب به نظر شما ما چه گزینه دیگه ای داریم غیر از این که این ماشین رو بخریم 200-300 تومن هم خرجش کنیم تازه بتونیم بندازینش تو جاده؟ پس کسایی که این ماشین رو میخرن اونقدر هم هوششون پایین نیست. خب اینا راه دیگه ای ندارن، مجبورن این کارو بکنن. این دو دلیل دوتا از مهمترین دلیلاش بود. حالا خیلی چیزای دیگه هم هست، لوازمشون راحت پیدا میشه، هر جایی هر مکانیکی ببری میتونه کارتو پیش ببره، یا اصلا مکانیک پیدا نکردی انقدر ساده است که همه کارش خود میتونه کنه. پس دلیل زیاد داره خریدن این ماشین. زمانی میتونیم بگیم که چرا این ماشینا خرید میشه، چرا این ماشینا به محض اینکه واسه فروش گذاشته میشه تموم میشه، که ما قدرت انتخاب داشته باشیم، گزینه‌های دیگه‌ای داشته باشیم که بتونیم روش فکر کنیم. وگرنه وقتی تفاوت قیمت 2 میلیارد 3 میلیارد به بالاه، خب دیگه اصلا نیاز نیست ذهنتو درگیرش کنیم، مجبوری این کار رو بکنیم. همین گفتم که چون قول داده بودم اگه راجع به موضوعی صحبت بشه
راجبش ویدیو بسازم، گفتم که این ویدیو رو ضبط کنم و این داستان رو توضیح بدم. قربون شما.